امروز آقای زاره در خدمت یه عزیزی هستیم که داشتیم میچیندیم این دوتا رو که تو پاچمون، یعنی داشتیم دوربین سر هم میکردیم یه اومدم این تنمه و آقای یعنی اگه دل دو براش تایی شدم نیت مغازه بگید سلام از او بره خیابو آقا من یا دایرکتش بگید نمیرم، خدا مثلا دایرکتش میرم میگم که چقدر پستت باحال بود، میگه کی میای مغازه ول کنیم مستر بازی اینو دارم برات گذاشتم کنار. این فقط تو ماژیک وایت بورد شما تو جیبت میذاری هر آقا جا میری. خجالت بکش. در خدمت محمد شاتریان عزیزیم، خیلی مخلص، خیلی چاکریم. قربون شما، خیلی خوش اومدید به قربونت برم. ممنون. اول ممنون که خودتون. افتخار دادی تو برنامه ما شرکت کنی. قربون برنامه شما. ما نوپا و نوظهوره، انشالله که در ادامه اتفاقای خیلی باحالی بیفته. خیلی خوشحالم که چاکریم. خدمت شما هستم. من یه توضیح کوچولو بدم که محمد آقای شاتریان 2 فروشگاه لباس مردونه داره. بله. یکی در آران و بیتگل، یکی هم در کاشان. بله. شعبه 1 میشه آران بیتگل، شعبه 2 میشه کاشان. چون من از خیلی قدیم میشناسمت، یادمه که فروشگاه شاتریان اسمش بود. بله. پوشاک شاتریان. بعد اینکه خودت شروع کننده ای داستان بودی یا نه شغل نه. نسل به نسلیه؟ بابام بوده، نزدیک 30 ساله و خودم از فکر میکنم 12-13 سال پیش تا حالا شروع کردم به کار. یعنی میشه 90 تقریبا. از سال 90 تقریبا. 90. و اینکه و به صورت جدی از سال 97 خودم وارد داستان شدم. یعنی 12-13 سال پیش شما 18-19 سالت بود؟ تقریبا 18-19-20. از اون زمان وارد شدی و علاقه‌مند بودی یا چون بابات مغازه خیلی داشت؟ علاقه‌مند بودم، میمردم برای این کار، جدی؟ اصلا عشقمه. همچنان هم عشق توت هست من بینم. زیاد. آره. اصلا کاسب معلوم نیست. اصلا کاسب عشق نیست، این میدونی؟ کاره. عشق میکنه دوست داره یکی رو بیاره خوش تیپ کنه بفرسته بیرون. آره. این گاراژه بود تو سن اندرس، درش وام شد ماشین میرفت تو، شیک میما بیرون. یه همچه حالتی داره. اموجاست. در و داغون میای تو، شیک میری بیرون. و اینکه در جریان هستی که بابا چطور وارد رشته لباس شده؟ بابام یکی از اقوام داشتن همچین کاری، بهش واگذار میکنه، ورشکست میشه و به بابای من واگذار میکنه، بهش میفروشه و ادامش میشه آره. داستانی که الان پیش اومده. و اینکه یه سوال دیگه که بخوام بپرسم، چون برنامه ما محتوا محوره در اصل، بیشتر راجع به تولید محتوای کسب و کارا صحبت میکنیم. شما جزو کسایی هستی که از اول خودت پیج دو چرخوندی؟ از سال فکر کنم 97 یا 96 پیج رو انداختم، شروع کردم به استوری گذاشتن. مثلا اولیا بود که فکر کنم میشد استوری گذاشت. شروع کردم و فقط خودم، اصلا تا حالا نه ادمین داشتم نه هیچ. دایرکت ها همه رو خودت جواب میدی؟ تماما. یه اخلاقش مثل منه، من همه دایرکت ها خودم جواب میدم. و کلا معتقدم که باید این تعامل دوستیه باید باشه، اصلا با یکم که بهم پیام میده، حالا مثلا مشتری هم باشه، دوستانه دوست دارم جوابشو بدم. اینجا یه سوال پیش میاد، این که خودت استوری میذاری، خودت مثلا کلا رو پیج کار میکنی، بابتش آموزشی دیدی یا نه همینجوری کم کم آپدیت ولی شدی؟ خب آره کم کم آپدیت شدم، آموزش خاصی ندیدم ولی خب دیگه کم کم به قول شما. من یادمه که آپدیت خوب شدی. استوری میذاش، من همون 96-7 میدیدم آره. استوریادو. یادمه که خوب میذاش و پوان مثبت و برتریش به نظرم این بود که از روز اول این شکلی نبود که بیاد بگه این تیشرت رو آوردیم بیاد بخرید. آره. محمد ست میکرد با هم. دقیقا. یعنی یه تیشرت رو با یه شلوار با یه کفش میذاش و قیمت هم یادمه نمیزدی یا میزدی، درست میزدم یادم از اول. میزد. آره. و میگم آقا ما این ست رو داریم بیاد بخرید. اینجوری نبود که به یه تیشرت آوردیم. چقدر رو مخ اینا که قیمت نمیزنن. آره دقیقا. آره. تو پستادم قیمت میزنی؟ من پستارم یا قیمت مثل کلمه میزنم. قیمت رو کامنت کنی؟ تازگی ها چون خیلی مثلا زیاده از این که قیمت چقدره، همون پست میدم که مثلا یه عددی چیزی بذارید که دایرکت هوشمند آره دایرکت هوشمنده هست که براشون مستقیما میره، قیمت ها میره. ولی خیلی دوست دارم که قیمت باشه. خب این که تعامل میگیره اپیجش اوکی یا آره. بعضیا مثلا
چی بگم مثلا آقا کمربند گذاشتی کمربند دیگه بده قیمتشو. آره. مثلا آقا میخوای تو ولی یه چیزی بگم مثلا برای نمایشگاه ماشینا یا موبایل فروشی ها به نظرم درسته که نمیشه قیمت واقعا آره. زد. ولی این بهتره که قیمتا رو تو بدونی راحت حساب کتاب کنی فلان کنی. بعد بعضی جاها مثلا تیشرت با شلوار با کفش هر کدوم جدا قیمتاشو میزنن. اصلا خیلی تو اینجوری استوریا. حال باید اینجوری باشه. یه توییتی میدیدم یه شرکتی یه پست یه محصولی رو گذاشته بود، یارو زیرش نوشته بود قیمت چند، اومده بودن براش نوشته بودن که برای استلام قیمت باید تلفنی تماس بگیری. بعد یارو کامنت گذاشته بود الا فکر کنم تلفنی تماس گرفتم، الا سلام قیمت چند. یارو هم جواب داده بود خواهش می‌کنم انقدر. یعنی یه همچین بازی هم میکنن. و یه چالشی که همیشه من با توجه به اینکه خودم پیج دارم تو کسب و کارمو دارم کار میکنم، خواهرم اینو تو هم داری یا نه، بعضی از مشتری‌ها هستن میان پیج رو اسکرول میکنن میرن پایین ته، مثلا پست سومین پستی که گذاشتی رو ببخشید موجوده، معلومه که نه 2013 آپلود شده، چرا باید موجود باشه؟ تولیدم نمیشه. 12 سال گذشته من از هنوزم دارم، هر روز این داستانو دارم. و خیلی مثلا پست یعنی من 5 حساب سال میکنم پیش اگه هم من اونا رو موجود داشتم الان میلیاردر بودم. انقدر که پیام میدن بابتش. و بعد از- معمولا پستای بعد از آخری رو آخر قیمت شد. قیمت نمیپرسن. نمی‌پرسن دقیقاً. پست جدیدا نمیپرسن، قدیمی ها رو هی میپرسن. و خدا نکنه یه چیزی رو تموم کنی همون میشه ترند بازار. اینو میخواستیم اگه داشتی که حیف، واقعا حیف. حیف شد. و اینکه جلو دوربینم حتی خودت میری، یعنی جلو دوربینم مدلم خودت کار آره. میکنی. این خلالی تو کار ایجاد تایم نمیکنه. خیلی زیادی، حالا چند تا بچه‌ها هستن ولی خب اکثر تایمو خودم حتی از خودم فیلم میگیرم، گوشو میذارم رو پایه از خودم فیلم میگیرم. تو شعبه یک دو یه جایی رو دارن آره. توش نوشته کمد لباس آره. میخوام، بیشتر استوریات اونجاست. آره. بعد سلفی میگیری یا با دوربین اصلی؟ جفتش. اگه قرار باشه سرسری بخوام یه چیزی رو سری معرفی کنم جلو آینه میگیرم، اگه نه بخوام پست چیزی درست کنم دوربینو میذارم رو سپایه یا مثلا چند تا. و اینکه روز اولی که میخواستی شروع کنی استوری گذاشتن، خب قطعا که اولا خیلی آدم هم بد کار میکنه هم طول میکشه تا عادی بشه برات، ولی یه استانداردی داشتی تو ذهنت که مثلا من این شکلی استوری بذارم، نمیدونم هر چیزی رو استوری نکنم. آره دیگه، چون یه سری از حالا پیجا ای که میان لایف استایل میذارن من اصلا دوست ندارم. همینم اگه قرار پیجت فروشگاهی باشه باید از محصولت حالا بینش چند تا فان بذاری، ولی خیلی از پیجا الان تمام پستاشون فانه، تمام استوریاشون شاید مثلا 20 تا عکس خودشو میذاره، یه متن غمگین هم زیرش نوشته، استوری 20مش نوشته مثلا این تیشرت رو داریم این قیمت. دقیقاً. یا مثلا سلام صبح بخیر و شب آره بخیر. سلام صبح بخیر، ظهر بخیر، شب بخیر، شبای چیز غمگین بذاره. یه اینا رو یه شمع که کنارش یه گله بعد آره. شمع داره جوری میشه. تسلیت می‌نویسن معمولا بالا اینا. شب بخیر، شبتون. اگه از قهوه‌ام قراره بذارم یه چیزی دوست دارم فان باشه، یه چیزی باشه که خودمونی طور باشه. من پیگیر استوریاش هستم، میبینم همه رو. آخه میدونید لایف استایل یه چیز دیگه است، اینو قاطی لباس کردن یه چیز، خیلی. یعنی کسب و کار یه چیز دیگه است. شاید برای که منی که پیج شما رو فالو کردم من همیشه اینو میگم، دنبال اینم که ببینم یا تو حس منو تحریک کنی بیام یه چیزی بخرم، یا از صبح که بلند میشم دنبال یه چیزی ام تو پیج تو، وقتی بیام 4 تا استوری اول ببینم از ماشی سوار شدن و استارت زدن و انگیزشی و سلام صبح بخیر رو ولم کوسلم نمیرسم من یه چیزی بخرم. اینکه نهایتاً بعد از استوری اول میری سراغ معرفی محصول به نظرم خیلی کار جذاب‌تریه. راحت وقتی یه چیزی رو به مخاطب بدی بیشتر تو رو اصلا دنبال میکنه تا اینکه بپیچونی اینو بفرست اونو بفرست بیا تو دایرکت بیا واتساپ. راحت بودن رو سعی کردم این داشته راحت باشم. بودن اصلا. یا مثلا یه کار دیگه که میکنن عکس بیل و کلنگ و دمپایی میذارن اسم دختر با اینا حرف بزنن. آخه چرا باید یکی همچین کارو بکنه؟ بعد اصلا ریپلای گرفت ویو استوری شد 400,000 تا. بعد اینو میذارن پشتمنش دیگه استوری نمیذارن. این خنده داره. خب ویو استوری بری بالا برسی چی؟ بره کی؟
بره وارث روزا بعد اینو می‌خواستم بگم ببخشید بیل و کلنگی رو گفتی همه چیزام پاک شد و میگم کار رو راحت میکنه. یکی دیگه از کارش اینه که استایل میزنه دیگه، یعنی کار شما رو راحت میکنه. خیلی خوبه این استایل. شما در جریانش هستی که اینه استایلت، بیا تمام. من از روز اول تیشرت خیلی دوره. دوست داشتم ببینی استایل کامله یه وقتایی هم مشکله ها. یه 2-3 سال پیش بود، شب عید بود، خیلی سرم شلوغ بود. یکی رو براش مثلا یه ماه پیش یه استایلی براش زده بودیم، رفته بود اومد کنار وایساده بود، گفت کارت تموم شد کاریت دارم. باشه هی وایساد میافتم پیشش، گفت نه برو مشتریات انجام بده. وای آدم به استرس مرگ میرسه اون لحظه. هی میگفت که پوشیده بود لباسا رو، هی میومد میگفت که کارت تموم شد بیا یه دقیقه من کاری دارم. ما هی میگفتیم بگو کارت، نه مشتری رو بنداز آقا برید بیرون ببینم چی میخواد. واقعا 40-45 دقیقه وایساد اومدم پیشش جوری کرد یه جوراب برای این استایل ما بزن. خدا لعنتت کنه بگو. وای دهنت سرویس بیا برد و برو یه چیزی. بیا این رگال جوراب. گفت به خدا نمیدونم جوراب چی بپوشم باش. خودت کامل بهم دادی. گفتم خیلی خوب. هنوزم که میاد وارد میشه میگم اولی جوراب بهش بده. ولی خیلی خوبه که مثلا یه فروشگاه فکر کنه به این که استایلی به تو لباس بده. یه چیز دیگه از فردا همه چیزش استایلی نیست. میشه. ببین نمیخوام به خاطر اون پوله بیشتر، دوست دارم کلا اصلا میگم استایل دوباره یه جا دیگه بگیر. خب بیا مشاورهشو من بهت بدم، بیا مثلا کفششو اگه مثلا نمیدونی چی بپوشی، نمیدونی مثلا روش چی بپوشی، بیا خودم بهت بگم. هی اینا هم نگاه من کنه میگه نه کلا کفشش اگر نمیدونی که من جیبمو برام پوش. بعد برنامه یه کفش هم افتادیم. عرضم حضورت که یه چیزی هم که متاسفانه خیلی علا باب شده اینه که یکی یه محتوایی میسازه، حالا اصلا شاید اشتباه، یه جوری کپی رو میبندن روش، مثلا دومیوم گربو واقعا دیگه. مثلا من پیج سالمندان فقط اینو نذاشت، یعنی تا اونجا دیگه نرسید، همه دارن میذارن. یا مثل این داستان اینجوریه که آره این کره‌ای‌ها که گریه میکنن، آره اینجوری میکنن. چه کاری میدونن که دیگه صداشون میاد. بعد اینم میخواستم بگم ببخشید، کلن یکی رو بیرون میبینی استایلش خوبه، آدم بیشتر کیف میکنه تا اینکه مثلا یکی رو ببینی کفشا رو خوابونده، ای به اون نمیاد او به اون نمیاد، مثلا یهو زیر پوش زرد از زیر زده بید اونجوری بیشتر آدم اصلا کیف میکنه میبینه. البته که خیلی لیول اپ شده ای داستان ها. آره خیلی خدایی نسل جدیدی که دارن میان همه خوشتیپن شده. خیلی خوشحالم از این بابت. حالا اگر لش هم میپوشه لش رو درست میپوشه. آره همه استایلا درسته واقعا. اکثر آدم چقدر وقت مهم شده برای مردم که چند ساله از وقتی که خیلی مثلا این استا داستانش مثلا اینجوری شد که عکس و اینا بذارن، دو سه سالیه حس میکنم که خیلی. بعد به نظرت کاسبی کردن قبلا راحت تر بود یا الان؟ قبلا خیلی راحت تر. یعنی 96 ببین و 7 الان خیلی پول در آوردن راحت تره، خیلی راحت تره، ولی کاسبی اون موقع یه چیز دیگه بود. الان واقعا ما سر خرید سر هر چی به یه مشکلی میخوریم، هر هفته یه داستانی داریم. میرفتی تیرو خرید کنی اصلا اول که فکر نمی کردی به اینکه داری چقدر چیزی برمی‌داری، همینجوری یلخی میکشیدی زیرش، بعد آخرش هم حساب کتاب هر جوری که تو می‌خواستی با راه میومد. الان میریم خرید کنیم آقا ببخشید این چنده؟ اینم قیمتشو بگو، اینجوری داریم خرید کنیم. اصلا نه اینجوری بشه. خیلی سخت شده و هی هم داره. ولی خب پول در آوردن یه ذره راحت‌تره، چون که حس می‌کنم مثلا الان دختر پسرای 84 و 5 با یه گوشی درآمدشون خیلی بالاست. درآمدشون بالاست ولی کسی هم که بلد باشه پول ازشو بگیره خیلی مهمه که چجوری پول ازشو بگیری. ولی خب این یه داستانی که داره، مثلا 10 سال دیگه کل این حرکتی که تو داری الان میزنی اون موقع نمیتونی بزنی. دقیقاً. چه جوری پول میخوای در بیاری؟ دقیقاً.
و اینکه همین بچه‌هایی هم که میگی دارن بابت یه سری چیزا راحت پول میدن. مثلا کافه پول دادنه براشون مهم نیست، استایلشو براشون مهم نیست، پول میدن. ولی یه سری چیزا رو هم واقعا، یه سری از کسب و کارام واقعا رو به فروپاشی هم دیگه که تو سنتی گیر کردن. آره من خب همیشه بیان. هر وقت هر کس بهم میگه اشکال میخوام نداره. کسب و کار بزنم، میگم اگر پیج بلدی بزنی و راه اندازی کنی کسب و کار بزن. الان نمیدونم چقدر موافقی، کسب و کاری که پیج نداره خدافظ. خداحافظ واقعا. آقا نمیتونه. اصلا آقای شاتریان میگه دیگه، میگه من خودم پیجمو انجام میدم، یعنی استوریاشو میذارم، پستاشو میذارم، کسی نباشه میذارم رو پایه. یعنی شما بگی نمیدونم ادمین نیست، نمیدونم تیم گوشیم نیست، خوب نیست. فلان آره این نیست، با اونا گوشیم رو خوب. همه دارن میان. به هر کی میگم مثلا یه کسب و کاری داره که پیج نداره، میگه آره وقت نمیکنم یا نمیتونم، کسی رو ندارم فیلم بگیرم. میگم بابا شروع کن، یه جایی شروع کن. داستان باید از خودت شروع بشه اول. اگه قراره تیم تولید محتوا داشته باشی اوکیه، خودت نظارت داشته باش، یا مثلا شروع کننده ای داستان خودت باش که مثلا استوری میخوای بگیری از اول خودت بدونی مثلا مخاطب چی میخواد. من همیشه مثال اینو اینجوری میزنم که مثلا طرف یه سرمایه‌ای داره، میره یه ماشین سنگی میخره، میده دست راننده که باش کار کنه. ببین تو تا علم به رانندگی و ماشین سنگی بله. نداشته باشی کلا سرت میره. تو اگر بخوای با تیم تولید محتوام کار بکنی باید تولید محتوا رو بلد باشی، وگرنه چه میدونی روزی چند تا استوری باید بذارن، چه میدونی پست چه شکلی باید باشه. ببخشید از چه بابت تیم‌های تولید محتوا رو میزنیم نه شما؟ میگم کسب و کار باید بلد باشه. من کاری ندارم، کلی میگم. شما که خوب کار میکنی، اصلا نمیگم شما بد کار میکنی، ولی هستن تیمای تولید محتوا که افتضاح دارن کار میکنن. با احترام، با احترام تو دوربینم میگم افتضاح دارن کار میکنن. بله او که زیادم هست. خب میدونی چرا؟ به خاطر اینکه این کاره از بیرون خیلی کار آسونیه و شما واردش میشی غرورت اجازه نمیده که بی خیال کارشی. آقا سخت، ما نمیتونیم، ما تخصصشو نداریم، بیا بیرون برو سراغ یه کار دیگه. انقدر میمونن تا همه کسب و کارا رو نابود کنن با او شیوه، با او طرز تفکرشو، چه توی پست گذاشته چه توی ایده دادن، همه رو نابود کنن بعد حذف شن. و فقط هم به اون مای انتومنه مثلا میگه 5 تا انتومن همون میگیرم دیگه. دیگه، به چقدر خوب شد. دقیقاً یه کارمند میگه چند میگیرم از 30 میگیرم دیگه، 5 تا 6 تومن دارم کافیه میگیرم. دیگه. خداحافظ. و من میشناسم ادمینی که جمع پیجایی که داره، جمع پستایی که تا حالا گذاشته 100 تا لایک نخورده دقیقاً. و نمیفهمم چرا کسب و کار باش کار میکنه و پول بهش میده. و چه پستای افتضاحی ببینیم. من و تویی که کسب و کار داریم اینو خیلی بهتر میدونیم که ما 1 میلیون هم بابت ادمین هزینه کردن سخته. بله. یعنی تو دقیقاً باید از تو سود ای او 1 تومنه رو بدی، نه از پول اصل ای. مثل اجاره دقیقاً هم چیزه. از اون چیزیه که تو جیب خودت داری هزینه میکنی و هی همکاری هم ادامه داره. سر چی؟ سر اینکه خودش نرفته یاد بگیره، میگه خب من که هیچی بلد نیستم، باز این 1% بلده بذار یه انجام بده، حالا ما یه انتومنه بعد هم بدیم. ذهنیت کسب و کارم خراب میشه دیگه. شما یه تیم خوب شاید بیاد مثلا بهت پیشنهاد بده، بگی نه این تیم تولید محتواست، همه مثل همه، مثلا یه تجربه بعد از یه چیزی داشته باشی شما کلا به او بدبینی دیگه. این حرکته باعث میشه که کلا این که مثلا آقای شاتریان خودش کار خودشو میکنه یعنی این که اینجوری هست و استوری و پست میذاره اوکی و خیلی هم ای جواب میده، ولی دیدگاهش نسبت به تیم تولید محتوا کلا به هم میریزه یا هر کس دیگه به هم میریزه و اصلا سعی میکنن کار نکنن با هم. شاید مثلا اونا یه ایده هایی داشته باشن که آقای شاتریان وقتی توی فکر ای هست که 1000 تا دغدغه دارم بره فروشگاهم، تازه توی 2 تا شعبه نتونه به ایده جدید فکر کنه، او تیم شاید بتونه براش فکر کنه، ولی چون ذهنیتش خرابه هیچی بهش. حتی به خوبم جایی شده خسته شی بگی پیجو پاک میکنم دیگه نمیخواستم پیج کار کنم؟ نه اینجوری نشد. چرا خسته شدم از مثلا یه سری
ریپلای ها یا مثلا واقعا خسته میشم. یه سری حرفای دردناکترین چیز چیه تکراری، تو ریپلای ها؟ قیمت گذاشتم بزرگ، وای چند میاد ریپلای میکنه که سلام قیمت. یه چیز جدیدم من پیدا اینو- کردم. من 4 سال بالا پیجم اینقدر زدم کفش زنانه نیروانا. ببخشید بوت مردونم دارید؟ معلومه که نه. داشته باشم 2000 جا اعلام میکنم که بوت مردونه دارم. حتی زنونه سراغ گرفتم. چی؟ مثلا یه چیز زنونم داری؟ اوه هزار هودی مثلا اینو من میدونم. هودی میذاره ببخشید زنونه یا مردونه. معلومه که اونو اسپورت میشه یونیسکسبی بپوش. ممنون. سوال نداره اصلا. بعد اگه دایرکتشو جواب ندی ناراحت میشه. ناراحت میشن دقیقا. آره. نه اون قیمته خیلی چیز عجیبیه. من شاید لایو خیلی دارم نشونت زیاده. بدم. شاید روشندلن چند تا. ببین خیلی زیاده این داستان. اصلا نمیگم شاید یکی دو تا، شاید مثلا من دیشب یه چیزی گذاشتم با قیمت، بهت بگم شاید 20 تا ریپلای این بوده که سلام قیمتش چقدره، قیمت گذاشته بودی؟ یا اینکه فقط آه، میاد اینقدر. آره قیمت بزرگ، شاید دوست دارن باید معاشرت کن. بعد من این چیزی هم تست کردم. بعد دیگه روی- جوابم نمیده. اگه میخوای معاشرت کنی معاشرت آقای کن. شما متأهلی؟ نه مخاطبای سینگل برنامه همینجوری داره فوران میکنه. بعد یه چیز ادامه دیگه هم که گفتگو. هست یه چیز دیگه هم که دلیل هست خیلی ریپلای ها. موقع اینه که ما با هم شوخیشو کنیم تو پیجامو. مثلا میزنه که آقا ای هم یه دونش لارج مونده. ببخشید مشکی 2x شو ندارید؟ نه دیگه اینه دیگه، میگم این رنگی لارج مونده دیگه. واقعا عصبی میکنه آدمو، واقعا عصبی. بعد خود او طرف فکر میکنه که خودش یه دونه داره، این سوالا رو میپرسه در صورتی که 15 تا دیگه هم مثل خودش دارن این کارو میکنن. ولی خیلی بده، ریموف کن. واقعا. خیلی بده. ببین یکی یکی باید باز کنی، جواب بدی، تعامل کنی. یه سری اینا که توش هست من اعصابت به هم میرزه، میذاری کنار. خب یه 40 تا ریپلای از دست میدی که مثلا قیمت آره. می‌خواستن یا مثلا می‌خواستن خرید کنن. جدی این خیلی زیادن سخته. اینا. خیلی خیلی زیاده. من خیلی من الان عجیبه دیگه برام افتادم خیلی. تو شوخی با اینا. خب آره. من تا منم با می‌نویسم خنده میگم جواب. مگه کوری نوشتم دیگه. یه اتفاق دیگه هم افتاده، نمیدونم تو هم بهش برخوردی یا نه. قدیم شما به آنلاین شاپ که پیام میدادی، امرو که پیامش میدادی، پنجشنبه و هفته بعد میگفت بله موجوده. تو اصلا رفته بودی از حسش. اصلا یادت نیست چی می‌خواستی. من به یکی از رستوران‌های کاشو تولدم بود، آره. 28 دی عصری پیام دادم که ببخشید ما اگه بخوایم بیایم باید رزرو کنیم. خدا شاهد 15 آبان سال بعدش جواب داد. نشتم سلطان به تولد بعدیم که نمیخواستم که بره، او تولدم میخواستم. برعکس شده. مشتری میگه سلام این موجوده، بهش میگی بله، میره 2 هفته دیگه هیچ خبری ازش نی. داره اینو؟ آره زیاد. مشتری جواب نمیده الان. تو یه زود جواب میدی تجربه‌ای دایرکت که دادو؟ داشتم هر کدوم زودتر جواب دادم منجر به خرید شده. منم به یعنی زود جواب یکی داده رو اعتقاد شاید دارم. 3 ساعت بعد جواب دادم دیگه کلا. حسش از دست میره دیگه. آره اینو خودم هم تو خرید مثلا یه کفش میبینم توی پیج پیامش میدم سری جواب میده، همون لحظه جو خریدو دارم، سری خرید میکنم. یه اصطلاح ولی اگه فوق بره بی‌ادبی فردا- داره من نمیگم. اصلا چیز داریم ما یه قانونی داریم برای پرداخت کردن توی سایت یا اصلا چیز خریدن آنلاین. میگن شما باید اونی که میخواد اقدام به خرید بکنه توی 7 ثانیه برسه به اونجایی که بزنه شماره آره. دقیقاً. کارتو. طول بکشه خدا حافظ. مثلا بزنی سایت هی بچر ولش کن بریم بیرون برو بعدی اصلا یادت. این خیلی مهمه چون خودم خیلی درگیرش بودم. یه چیزی رو که خواستم همون لحظه رفتم شاید خریدم، ولی پروسش طولانی بشه. نیم ساعت یه ساعت توش خورده دیگه میگم ولش کن. دیگه نمیخوام. آره. بعد اینکه جورابام دیگه تدیه. خب. برعکس بودیم. نه آقا آمدش. گوش جوریه. موهاشه ست کردیم با این موهاش چیزه. من عاشق چرتم رو لباس. هر چی مثلا سمندون اینجا بود خوشحال‌تر بودم. اینم جدی. کمی نداره سمندون. بعد اینکه نه یه بازی اگه برم توش ببخشید. خودش دست و پا میزنه که بره بیرون. نه بعد- بفهم ایجاد اه، برنامه رو در بیارید. اول اسم مغازه فروشگاه شاتریان بود. بله بعد ریبرند کردی تو؟ ریبرند کردیم.
حس کردم که مثلا یه نگاه منطقه‌ای یا فامیلی روشه. تو با مشورتی که از دوستان گرفتیم گفتم که ریبرندش کن. ریبرند جذابی هم استایل. کردی. آره. که معنیش میشه استایل من یا استایل مرد. من آها، که هم استایل هم من که به فارسیش هم من میشه و کاشو انجام دادن بردوی کارو. بله و اینکه کی؟ گفتم آقای علیزاده عزیز واقعا. عباس جان. آره بله بله، اسم عباس علیزاده اسم عباس علیزاده اومد. انشالله که زحمتش رو بتونیم در برامون کشیدن. خدمتش باشیم. اگه انشالله از دل طبیعت برگشت به شهرنشینی ما در خدمتش خواهیم بود. و اینکه خبری نیست ازش. اتفاق مثبت بود بعد از من استایل، اون چیزی که می‌خواستی شو. آره شاید اولاش نه ولی کم کم عادت شد دیگه. شاید خیلی ها مثلا به همون شاتریان الانش هم همینه ولی دیگه کم کم جا افتاد و خوشحالم از این بابت. خدا رو شکر. و اگر که بخوای یکی از شعبه‌ها انتخاب کنی کدوم انتخاب می‌کنی؟ شعبه یک اونجا رو با دل دوجاست کلا. با دل و جون ساختم و یعنی در همه چیزاشو از سلیقه خودم بود. زمانی که تو وارد شدی ببخشید، زمانی که تو وارد شدی سبک دکور و اینا قدیمی بود. تقریبا یه اصلاح هم اونجا کردی. آره اصلاحش خیلی اونجا رو از همون اول آره اصلا زیر و رو کردم. سبک اسپورت هم که نداشت. نه اولش نه پیرمردی میشه بهش گفت. تقریبا کلاسیک بود. پیرمردی چیه؟ پیرمردی دیگه. کلاسیک. پیرمردی. کلاسیک بود. من میگم پیرمردی تا ابد. کلاسیک. و یه چیز دیگه این که چقدر حامد مسخره نشته کجایی گزارش بده سرباز. و یه مطلب دیگه ای که میخواستم ازت بپرسم این بود که خیلی چالش داشت اینجا رو انداختنش. چالش خاصی که نه ولی خب تو روز اولی که من گفتی صادقانه من یه کوچولو ترسیدم. گفتم مثلا از اوجای هو بخوای بیای ایور شاید چه می‌دونم هندل خودم کردنش. اصلا ترسشو نداشتم. ایشالله به زودی شمال کشور شعبه سوم. به به به. اینو جایی نگفته بودی. نه چرا کشور. شمال؟ به واسطه یکی از دوستان که اونجا هست. آها قراره که حالت نمایندگی باشه. تقریبا ولی خب خودم ناظرشم اونجا کلا. خیلی یه خودت مالی. میخوای بری اونجا؟ نه بالاخره یه تأمینش کاری با به شمالم خودمه باید و- بکنه دیگه. هفته دوبارم میخواد بره برگرده. بیاد بریم دیگه کم کم اونجا. بریم آقا پنجشنبه. بریم. پنجشنبه اینو جمعه همه دورنا رو قطع کنید به اونو هم بیارید اونجا. چه کاریه اینجا تو یا کاشی گرما. علی خدا. و اینکه آها تو همه کارهای پیجد خودت میکنی از بقیه کارات نمیمونی؟ از دور فکر میکنن که مثلا پیج چرخوندن خیلی کار راحتیه. آره خیلی سخته ولی خب میگم که اون علاقه رو اگه داشته باشی نه مثلا الان دیگه عادت شده برام صبح که بلند میشم یه گوشه ذهنم هست که کارو پیجمو انجام بدم. شاید اولاش خیلی سخت بود بعد یکی دو سالیه که خیلی این داستان مثلا حس میکنی داری جا میمونی از بقیه. مثلا قبلا این شکلی نبود. قبلا اگه روزی استوری هم میذاشتیم اوکی بود ولی الان زیر 10 تا استوری انگار جا موندی. آره و یه چیز دیگه هم که شده اگر یه روز استوری نذاری تاثیرشو همون شب تو بازارت میبینی. دقیقاً یعنی خیلی دخلت مهمه. میاد پایی همون شبه. اینا رو تو مثلا روزای جنگ و اینا خب خیلی تجربه کردیم که استوری نمیتونستیم بذاریم بازار به کل خوابیده بود. آره هیچی صفر. من یه سوال دارم. شما گوشی چیه؟ 14 پرو. با اندروید هم میتونی همین کاری که میکنی هر روز بکنی؟ اصلا من نمیتونم حالا با عادت داشته باشم. یعنی میکنم میگی تاثیر داره او؟ نمیدونم چون کار نکردم. اندروید فکر داشتی می‌کنم تا حالا؟ که نه داشتم شاید مثلا چند سال پیش که تولید محتوا نمی‌کردم. یعنی مثلا 15 سال پیش داشتی؟ نه مثلا 7-8 سال پیش انقدری مهم نبود که مثلا ولی الان یعنی حس به نظرت می‌کنم که- سخته پس بدون
کیفیت خوب تولید محتوا کردن؟ کیفیت یا مهم خوب نیست؟ درجه یک که مهم نیست، اصلا مهم نیست، ولی اون بیس رو باید داشته باشه دیگه بالاخره. از یه جایی، حالا تخصص شماست ما جسارت اختیار داریم. از یه جایی محتوا نرم شد، نمیدونم متوجه منظورم میشی یا نه، بله و دیگه سامسونگ ها نرمی نداد. بله سامسونگ تو ویدیو اون نرمی چرخش و اینا رو نمیده. آره و اینکه من شخصا خجالت میکشم با اندروید متن بنویسم رو تصویر. بله فونت های آره. اندروید خجالت تو آوره استیکراش مثلا آره. چیز نیست. ولی کلا من تجربه‌ای که داشتم هر چی راحت تر استوری گذاشتم بهتر فروختم. شاید از یه استوری که یادمه مثلا چند ماه پیش که شعبه یکم از یه تیشرت گذاشته بودم، یه استوری خیلی ساده در از 1 ساعت 50-60 تا مثلا از اون تیشرت رو فروختم. خیلی ساده بود استوریه، ولی خب اصل چیز بود، یعنی خیلی راحت و خودمونی بود. یه چیز دیگه که راجع به از همون بار باز کردم و همونجا باز کردم گذاشتم. همون نبود که تیغه توش خورد پاره شد؟ دقیقاً فنشم یه چیزی که یادم رفت اصلا به کل، پس من یه چیزی بگم. همه چیز یادم رفت. بریم یه روز من رفتم. این که گفتی خجالت آوره با اندروید متن بنویسی و متوجه نشدم. مثل اینه که رو سیستمت فونت نداشته باشی، با آریال بنویسی. خب پایان نامه با آریال بدی دسته. خب آقا اگه توان خرید آیفون نباشه تکلیف چیست؟ نظر منه. من با 11 پرو تولید محتوا میکنم. بله. و الان فکر کنم 16 تومنه. دیگه یه اندرویدی هم که بتونی باش تصویر بگیری 20 تومن هست دیگه. ایکس آیفون بهتر از سامسونگ ایکس. حس میکنم منم همین نظر دارم. از نظر چیز میگید دیگه. بابا من کفش نارنجی رو که عکس میگیرم با سامسونگ میره تو پایه‌های قرمز. یه بیکارم بشینم رنگشو درست کنم. و شیائومی که اصلا من اصلا نمیشه. چیه شیائومی کیه؟ شیائومی اصلا آقا دیگه از 17 پرو مکسش قوی تر نیستم. از ایشون فقط شکایت کنم. شرکت شیائومی خاک بر سرت کنم. برای قشنگ بهونه داشته باشه شکایت. نه شیائومی که اندرویدی که میگیم ما رو سامسونگیم، فقط اصلا اون به رسمیت نمیشناسیم که بخوایم ازش صحبت کنیم. و به نظرم یه دور بریم بیایم ذهنمون برگرده دوباره بیایم سراغ داستان. خیلی چاکریم. من اسمشو نمیگم چون ما تو کاشوی خورده اسم محمد و بعد محمد میگیم، شاید خیلی جالب نباشه. ولی یه چیزی که راجع به پیجش دوست دارم اینه که درگیر رشد فالوور نبودی. خیلی برام جذابه ای. آره. یه زمانی فیک میزدن 10 کاشن جشن بگیرن کیک بخرن. یه چیزی که خیلی برای من مهمه، اصلا فالوور و اینا مهم نیست. منظور خاصی از این خودم به 10 کا کیک خریدم. دنبال داستان نگه. نه خوبه برای اعتماد سازی که مثلا آنلاین بخوام خرید کنن خیلی مهمه. ولی کلا هدف من چیزه، یه حس خوب دادن است. اصلا برای مهم نیست چقدر فالوور دارم چقدر. من چیزی که از بیرو شنیدم راجع به تو اینه که تو خیلی با مشتری‌ها رفیقی. و همه رفیقم. پلن فروشت رو رفاقته. اصلا اینجوری نیست که. آره. و یه دغدغه دیگه که داری اینه که یکی بیاد و خوشتیپ بره بیرون. این خیلی برات مهمه. ثانیه اول رفیق میشم باشه. اگه اون حسه رو خودش هم داشته باشه. تو کاشو خیلی جوابه ای. ولی رو بعضیام گاردن دیگه نمیشه. این که جوابه به خاطر اینه که خیلی‌ها یه ذهنیت بدی دارن نسبت به یه فروشگاه که میرن داخلش، حس میکنن که الان اصلا دوست ندارن کسی بیاد سمتشون. الان میاد یه چیزی تو پاچه میکنه بره. من کلا دوست دارم که یکی هم خرید نمیکنه
میگم اوکیه آقا، مثلا حتی به فروشنده هم گفتم کسی که خرید نمیکنه رو بهتر باش رفتار کنید، نذارید اون حسه رو بگیره که مثلا چه غلطی کردم اومدم تو مغازه. دیدی مثلا یه جا میری خرید میکنی حتی خود جواب خدافظیت هم دیگه نمیده. من دقیقاً. اصلا اینجوری نیست. وای 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 آره اینی که میگم مثلا بفهم وای 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 آره چون خودش ادیت میکنه اینجوری میکنه. یه بار دیگه بریم نخندید خدا نخند. بله وارد فاز خنده شما دیگه نمیتونم جلوی خنده هم بگیرم. میدونم میخندی آخه نه یه لحظه اجازه یه لحظه مثلا یه جای دیگه دوسته وای وای آره انگار کات دادیم مثلا آره وای وای دیگه قبلی بردار. از قبلی باشه آقا وای 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 یه توی یه فروشگاهی که میری خیلی یارو خوش برخورده بعد تو خرید نمی‌کنی یارو رفت تو گوشی آقا خدا حافظ آقا برعکسش هم هستم، شاید مشتری میاد باد خدافظی نمیکنه میره. شاید من دوباره بخوام بیام. من یه بار اینو چه کردم، یه خانومه اومد چرخید تو مغازه، بعد سلام که نکرد، چه خب میگه مثلا بیادبه بودم من فکر کنم یه نه هر شب هست خب. یه شبشو تو دیدی، بعد خدافظی هم نکرد رفت، بولا شدم رفتم تو پاساژ دنبالش، گفتم خانم، برگشت گفتم خداحافظ شما. بابا خداحافظی که با من. آره این خب برمیگرده به اخلاق شخصی هر کسی. من اینو باش کنار اومدم. یکی که میاد مثلا داخل مغازه بعضی مثلا اصلا دوست ندارن از حتی باید حرف بزنن، دوست دارن خودش بگرده، اوکیه بذار مثلا راحت باشه. آره خیلی سخت ارتباط یکی گرفتن هم با مردم. منتظر اینه که شما مثلا نزدیکش بشی، نزدیکش بشی آره شروع کنه خودش. مثل اسنپیا دیدی میشینی مثلا حرف نمیزنه، یه جوری خلقش تنگه، تا یک کلمه حرف میزنه انقدر حرف میزنه که بیچاره جون مادرت بس ساکت شو. همونجا تیک سکوت در سفر رو باید بزنی. یه چیزی که میخواستم ازت بپرسم این بود که این قضیه فالووره که خیلی جذابه که برات مهم نیست، نمیشه گفت مهم نیست، دغدغه اصلی نیست. فروش آنلاین داری؟ فروش آنلاین دارم، خیلی هم جذاب این داستان. یه چند تا مشتری دارم که مثلا از لاره، از مثلا مرزه، مشتری ثابتمه و اصلا من تا حالا ندیدمش، ولی ماهی 2-3 دست لباس دارم بهش میفرستم. فقط مثلا پیامم میده که یه ست برام جمع کن بفرست، من بهش میفرستم. هم لازم نیست حالا هزینه‌شو هر وقت دستت رسید اوکی بود هزینه‌شو برام بزن. این خیلی برای خودم جذابه. عشق میکنه. یه وقتای آنلاین قابل اعتمادترن. خیلی کیف میکنم این که مثلا اصلا من ندیدمش، نمیدونم کیه، مشهد هست، لار، آذربایجان، مشتری ثابت من. چجوری اتفاق افتیده؟ این فروش آنلاینه رو میگم سر مثلا یه کاری که میخواسته مثلا پیام داده مثلا فلان چیزا رو میخوام ولی نمیدونم سایزم چیه، خودم اعتماد کردم بهش، گفتم که اوکیه من برات میفرستم، اگه اوکی نبود برام برگردون مرجوعش کن. این خیلی سخته، اینو مثلا توصیه نمیکنم کسی خیلی این کار رو بکنه، ولی خب از پروفایل یکی مشخصه که این آدم حسابیه یا نیست. براش فرستادم گفته وای پشمام آجی چقدر خوبه این، تو چه جوری سایز منو فهمیدی؟ یا مثلا 2x برام بفرست 3x براش میفرستم و دیگه اگه داداشش هم میزون داشته باشه نمیره اتم خره. آره دقیقاً. میگه چه جوری فهمیدی سایز منو؟ چه جوری مثلا به خودم بهت گفتم 2x بفرست 3x فرستادی ولی سایز دهنت سرویس خیلی خوبه. عشق میکنم. اعتماد سازی خیلی جذابیه ای. ولی کلی بخوایم حساب کنیم، از یکم ببخشید معذرت میخوام، از یکم کفش خریدم، آنلاین شاپ داشت تو انزلی فکر کنم، کفش ازش خریدم، بعد بهش پیشنهاد دادم گفتم که من کفش ازت گرفتم یه هودی برات میفرستم تست کن. انقدر برای من مشتری فرستاد
که میخواست بلند شه بیاد. گفت چه کردی با من تو؟ خیلی لذت ارتباط بخش سازی بود شکلی خیلی جذابه. یه چیزی که من همیشه دوست دارم اتفاق بیفته اینه که تو کاشو کسب و کارا فروش آنلاین داشته باشن. هستن یه سری کسب و کارا که آنلاینشون خیلی خوبه ها، ولی مثلا تو رشت یه فروشگاه است روزی 30 تا 40 تا بسته ارسالی داره، یا تو رشته خود و وگاس مثلا ارسالیاش خیلی قویه، چون راه تولید محتواشو پیدا کرده، فالوورشو داره میگیره. واقعا هم من که از مصاحبه‌اشو میدیدم داره زحمت میکشه روی داستان، محتوا سازی خودشو کرده. آنلاین توصیه ما به کسب و کاراست، حالا تو هم چون تجربهشو داری بهتر میدونی، فروش آنلاین انقدر جذابه، انقدر راحته. یه طرف پیام میده سلام اینو دارید؟ بله. چقدر؟ شماره کارت، آدرس، خدافظ. تمام. دقیقاً. نه کسی رفته تو پرو، نه تو دولاوراس شدی، نه هیچی، فقط بسته‌بندی که صبح دادی پست برده. خیلی سود جذابی برات داره. درخواست تخفیف به هیچ عنوان نمیکنن اصلا. نهایتش اینه که خودت اصلا انقدر دلت میسوزه میبینی خود مبلغ زدم میگه آقا ارسالت رایگان دیگه، ارسال رو نمیخواد بزنی. شنیدم که تو خیلی تخفیف میدی و لمس کردم. خب به کجا میخوای برسی؟ نه به هیچ جا. میخوام ببینم اینم نه تخفیف زیادی که نمیدم، ولی خب اینجوری هم نیستی که آخه بعضی فروشنده ها سر 2000 تومن فکر کنید دعوا شده تو مغازه، نه به قرآن نداره به جون بچه‌م میگه من 2 تومن تخفیف بدم بدبخت میشم. خب نه همه جا داره به نظر من. جا که بعضی وقتا جا نداره، مثلا تو بلک فرایدی تو تخفیف که نه. اومدم یه کاریو که گرفتم بازش کردم، همون قیمتی که مثلا خریده بودم عیناً همونو گذاشتم برای فروش و مثلا مشتری میومد میگفت که اینو مثلا یه تخفیف دیگه روش بذار. نمیشه، چیکارش کنیم؟ نمیشه. ولی خب سعی میکنم راضی نگه دارم، نیست که همین میخوام ببینم این هدف پشتشه. آره راضی باشه، اون حس خوبه رو بگیره برای من بس. و شنیدم که تو حاشیه سودت خیلی پایینه. دقیقاً سعی میکنم بهترین کیفیت رو بیارم با یه قیمتی که همه قشری بتونن بخرن، همه قشری بتونه آقا مثلا یه کار با کیفیت عشق کنه بپوشه، حتی کاری که مثلا وارداتی بوده خودم مثلا آوردم. خیلی خوبه اینکه فکر کنی به اینکه من همیشه مثلا یه ذهنیتی که دارم میگم مثلا یه پدری که کارگره و داره یه حقوق ثابت تامین اجتماعی میگیره، خودم حساب کتاب میکنم، نه اگه 2 تا بچه داشته باشه بخواد براشون مثلا برای عیدشو خرید کنه باید تقریبا نصف حقوقه رو بده. میگم حداقل یه گوشه کارو ما میتونیم بگیریم که یه آدمه کمتر پول بده راجع به این داستان. این میشه که هم تو تخفیفه دستت بازتره همیشه، هم تو حاشیه سوده. اصلا همینه دیگه، میگن شما حس خریدی دقیقاً یا حس فروختی، برای همینه که این آدمه او حس خوبه رو از تو میگیره و کامل به شما اعتماد میکنه. یعنی او پوله حالا شاید مثلا 500 تومن بالا پایی به هر حال یه جایی تموم میشه، یه جایی چیز میشه، ولی او حسه رو که بگیره کامل اعتمادشو میبنده رو ای برم. دقیقاً من خودم خرید داشتم، به نظرم حالا ما که کاسبی داریم یه جورایی دیگه میدونیم مثلا خرید چقدر سوده، چقدر فلانه. به نظرم واقعا منطقی عدده، یعنی تو عدد زیادی بابت همه میگم که اینا رو ارزو حساب کنه. بیشتر معلومه بیشتر بگو. اگه یکی بخواد بیاد وارد کسب و کار تو بشه بهش پیشنهاد میدی که شروع کنه؟ که از صفر بخواد شروع کنه نه. اگه قرار باشه مثلا یه جا آموزش دیده باشه، شاگردی کرده باشه، چون کار ما یه جوریه که اصلا اینجوری نیست که بگی خب انقدر پول دارم انقدر برم لباس بیارم تموشه بره. یه کار خیلی سخت، یه کار خیلی عذاب آور. بعضی آوردن جنسه مهم نیست، اینکه چی بیاری خیلی مهمه. آره. و چه جوری میخوای بفروشی، چه جوری اصلا فروشنده‌ام همیشه بهشون مثلا میخوام آموزش بدم،
فقط اون صبره رو میگم داشته باشی. مثلا یه وقتایی میگن چه جوری میتونی تحمل کنی؟ باید صبره رو داشته باشی، تحمل کنی. یه وقتایی مثلا شاید 7-8 ساعت مثلا 50 تا مشتری رو انداختی، اون 51 هم که میاد انتظار یه بله انرژی خوب از تو داره. بله. اونم باید هندلش کنی. خط قرمز برند چیه؟ از چه نظر؟ کلی یعنی فروشام، برندم، چی؟ خط قرمزی که داری توی شغلت چیه؟ که کار بی‌کیفیت نیارم. آفرین. اگه قراره مثلا یه کاریو شاید پیش میاد، یه کاری میاد بی‌کیفیت، مرجوع میکنم برگردونید. و مثلا میگم یه چیزایی هستن، یه سری مشتریام هستن با ترس و لرز میاره میگه اینو اگه میشه میخوام. بابا بیار تعویض میکنیم برات، مرجوع میکنم برات، هیچ اشکالی نداره. چرا اصلا درگیر این داستان میشید که نکنه مثلا ناراحت شه مثلا باش؟ بیار بابا، راحت باش. به جرأت اگه میگم کاری کیفیت. میاری، کاری میارم که خوب نیست، به مشتری میگم برام بیار، اصلا چیز نداشته باش، رو درواسی نداشته باش، بیار کارم. به جرأت میگم کیفیت بهترین تبلیغیه که میتونی بکنی. و اینم من اضافه کنم که اینا رو واقعا دارم میگم، یعنی این جو برنامه نیست، واقعا آدم اینجوریه چی؟ ایشون. بله. چون مثلا بعضی صحبت ها رو میبینی هر جایی یک نوع صحبتی گفته میشه که این اتفاق بیفته، ولی واقعا ما علی آقا بیشتر اینو دیده با چشم که این اتفاق میفته کنه. خیلی ممنون واقعا بابت این حرکت. خنده دارترین اتفاقی که با مشتری برات افتاده چی بوده؟ خنده دار. اما آنلاین هم موجوده. خیلی اتفاقای جالبی هر روز برامون میفته. من بچه اینجا بخوره زمین غش میکنم و خنده، اصلا دست خودم نیست. تو بیفتی رو خنده رفتی؟ آره؟ اصلا رفتم. بچه میدوه اینجا نگاش میکنم بیفته، ببین اصلا دیگه نمیتونم، غش میکنم و خنده. این خیلی بده. فکر کن یارو مثلا در آستانه 60 ملی فاکتور زدنه، آره، بچهش تو میفته بچهش میخندی. بخندی. از قصد ایجار لیز میکنه. بچه میشه برو بشو میگم بزنش بیرون و برو بشو بیرون. اینا هست اینجوری میکنه. کاردک. آخه اتفاق خنده‌دار انقدر زیاد میفته که تو هی قبلی ها یادت میره، پر میشه حافظت از اتفاق خنده‌دار جدیدا هر روز جایگزین. آخه داریم این داستانای خنده‌داری که مثلا واقعا بعضیش جالب، الان خیلیش یادم نمیاد. خیلی اتفاقای ولی خیلی مثلا میگم طرف اومده بود با یه ماشین مثلا 10 میلیاردی، این خیلی برای من جالب بود. تیپش هم هیکلش خیلی خوب بود ولی لباسایی که پوشیده بود افتضاح بود. اومد گفتش که حقیقتا من اعتماد به نفس ندارم، ماشین 10 میلیاردی بی ام و پارکه، اعتماد به نفس ندارم. من اگه تعویض روغنی و ماشین بودم اعتماد به نفس داشتم. گفت چه برسه به خواهشاً مالک. یه لباسی به من بده که، گفت هر جا میرم فقط میخوان به من بفروشن، اصلا بهشون مهم نیست. بعد لباسی که تن منه میبینن همونو دوباره مثلا بهم میدن. میگن سلیقه شه دیگه. آره گفتم برو لخ شو الان میام. ما میام الان. عمو میگه برو لخ شو ما میام. آقا پشت دو میکشم. و مثلا بعدش که بهم پیام داد که دمت گرم، مثلا چقدر خوب بود، چقدر تاثیر داشت، خب خیلی دوست دارم. تو چی تاثیر داشت؟ اعتماد به نفسش دیگه. تو این که آره مثلا مهمونی که میره هم بهش میگن اوه چقدر خوب شدی. یکاش یکی هم بود مثلا میتونست حرف زدنشون هم درست کنه، رفتاراشون هم درست کنه. درست میشه اونم کم کم. رفتار استایل مثلا، اخلاق استایل. مثلا شما استایلت خوب باشه نمیتونه رفتار بد داشته باشی. راست میگه، اینو قبول دارم. هست ولی انگشت شمار کسی که استایلش خوبه و دهنشو واکنه
آره ولی خیلی کم رفتیش پیش دور خیلی رو گوهر کمه. بریزه بیرون. آره خیلی خیلی کمه کم ولی. پیش میاد واقعا. و اینکه یه سوال بپرسم، بله چه محتوایی توی پیج من استایل گذاشتی که فکر نمی کردی بهت ترکونه ولی ترکونده و شگفت زده شدی از آخه ریاکت محتوای مردم؟ خاصی نمیذارم، همیشه محصول محوره و از همه جواب گرفتم، از همه پستام جواب گرفتم. یعنی یه پستی نبوده که بگم او این ترکوند، همیشه رو روال خودش بوده و از همه خدا رو شکر راضیم. پستی گذاشتی که پشیمونشی از گذاشتن؟ آره خیلی، اینو خیلی و پاک کردم سری. بفرمایید. پستی که مثلا خودم گرفتم و مثلا گفتم این ست یکی میخواسته واسه مثلا پنجشنبه شب مثلا فلان جا، اسم آوردم و در جا به خودم اومدم گفتم چرا اسم مثلا فلان کافه رو آوردی، یا چرا، شاید فیدبک خوبی داشته باشه ولی همون لحظه حس کردم که قشنگ نیست، پاک کردم. تا حالا فکر کردی به این که دیگه خودت رو پیج کار نکنی و واگذاری کنی بدی دست یه تیم؟ فکر کردم ولی نمیخوام همچین کارو بکنم، تا اونجایی که بتونم این کارو نمیکنم. من خودم شخصا خودم شکلی هم بتونم. که صبح خواب بلند میشم اگه یه جایی استوری آپلود نکنم انگار مریض میشم. عادی یه چیزی یه جای عادت آپلود کنم. تبدیل شده و مشتریام و اینا که مثلا مخاطب ما هستن انتظار داره که خودم جوابشو بدم. تو ایدئالگرایی ذاتاً؟ نه، یه وقتی مثلا اینقدر چیز شده که این سخته، خیلی سخته. یه وقتایی مثلا ساعت 3 بعد از ظهر زنگم میزنه میگه که آقای شاطری من پا کمد وایسادم اینو دارم میخوام برم مهمونی نمیدونم چی بپوشم، حالا من بیام مثلا توی شرایط دیگم، حالا باز به این کمک کنم که مثلا اصلا خیلی سوال چی سخته ولی بپوشم لذت سوال بخشه. مسخره ایه. یعنی سوالی که چی ببین بپوشم؟ نمیدونم که مشاوره استایل بگیرم. واقعا نمیدونه واقعا، میگه اینو دارم، عکساشو برات میفرستم بگو کدوم با کدوم. ببین انقدر خب ذهنا درگیره و ولی براشون مهمه چی بپوشن و نمیتونن بهش فکر کنن، ولی مهمه براشون که یه جایی رفتن بگن به دمت گرم. چه خوب ست کردی با هم. آره خیلی هم رفیق باشی با مشتریات همین میشه. شما زنگ بزن به آقای شاتریان از به بعد، ایشون هر رو ما زنگ میزنه چی بپوشم. من واقعا نمیدونم، خودم هم نمیدونم چی بپوشم. چرا من پرسید؟ آبرومونو کرد وای تکس زوریه زایز یه کاره آقا چی بپوشم؟ آقا نمیدونم، هر چی دوست داری بپوش. ما خودم دغدغه‌مه. ما خدا رو شکر که اینا رو آقای شاتریان بمون. آره اگه با لباس قبلیام اومده بودیم برامون استایل کرد، ببخشید نمیخواستم بگم بهم فروخت. بله در اون ولی تا موقع که همین میشه. بالاتر نتونست استایل کنه، پایتن استایل نرفت متاسفانه. آره لباس قبلی ها خیلی چیز شکل پرچم اسلوونی بودیم. اگر لباس قبلیا شکل مثلا شب‌های برره میشد برنامه یا همچین شکلی. کت ما که مثلا اون چیز شیر فرهاد بود که فکر می‌کنم ما چی می‌پوشیم. کتمو بیارم ببینیم. نه برش آفت زده کتم. نه قدیمیه. پودره رو بگو، پودره رو گفتی. انقدر لباسام قدیمی شده بعضیاش که میرم سر کشو ور میدارم پودر میشه اینجوری. کویر اسم کویر اومد و عباس علی. اگر کسی بخواد شغل شروع کنه و اصلا فکر کنم استارت زده، 3 تا اشتباهی که نباید بکنه چیه؟ تعامل نداشته باشه، صبر نداشته باشه در مثلا رابطه با اینکه مشتری بیاد، سومی رو نمیدونم. این 3 تا اشتباه رو نکن، یاد این محتوای مد شده. خیلی هستن، خیلی اشتباهی زیادی میشه کرد. همون کپیه زیاد از حد بخوای کپی کنی. سومش به نظرم اینه که ایدئالگرا نباشن. آره دقیقاً. سبک خودتو داشته باشی، سبک خودتو انتخاب کنی قبل از اینکه میخوای وارد این بشی و رو همون سبک بری جلو. استمرار داشته باشه کار.
استمرار نداشته باشی، عشق بهش داشته باشی، پول داشته باشی، هر چی داشته باشی، نمیشه. موافق اینی که اگر یک هفته استوری نذاری فراموش میشی؟ آره دقیقاً. استمرار اصلا ایجا به دیگه. کارت میاد. خودمون بذار مثلا جا بقیه داری، مثلا از یه پیج میخوای خرید کنی، میبینی نیست یه هفته دیگه، تو ذهنت هم نمیاد، میری سراغ اونی که هست. این مگسه پت مغازه آره. چرا نمیره اوبر؟ هست پت هر جا خونگی می‌ره. ده خوبی کسی عدس بلند شد صورت از صورت رومو. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که 5 سال آینده کجایی؟ هیچ وقت یه هدف مشخصی برای خودم روشن نکردم. چقدر من بالاخره یه نفر رو تو جهان دیدم که اینجوریه. آره مسیر رو بیشتر دوست دارم. آره حال میده. آخه هیچی راضی نمیکنه آدمو. آره دقیقاً. حالا اونجا برسیم دوباره یه چیز دیگه آره. میخوام. این مسیر خیلی حال میده. خیلی باحال مسیر واقعا باحاله. دو پازم بد نی. دو پازا که من خودم فنشم. میکشونی تو تبلیغات بی خودی. مسیر چه سری از ما بزنه. بفرمایید دیگه. یه قول دیگه. آره یه قولی میخوایم بدی که یه حرکتی بکنی که باحال باشه. یه ایده من دارم، اگر خودت چیزی به ذهنت میرسه که باحال‌تر باشه. ایده تو بگو. ایده من اینه که به یه آدمی که میخواد حالا چه کسب و کاری داره، نمیدونه برای تولید محتوا چه کنه، چه کسی که میخواد وارد این شغل بشه، راهنماییش کنی. مثلا یه مشاوره یه ساعته بهش بدی که آقا این راهشه، این فلانه، این فیصاله و نمیخوام من به قول معروف غذا رو جویده بذاری دهنش. یه راهکاری بهش بدی که عاشق اینم کمک کنم اینجوری دیگه بگم که- خودتو ببینید دیگه. یعنی خیلی ها فکر میکنن که آخه ذهنیت اینه که مثلا ای کسی بیاد به تو بگه که لباس مردونه خوبه بزنم، اینا میگن نه ما بدبخت شدیم، ما میلیاردر بودیم اینو زدیم بدبخت شدیم. آره. نه اتفاقا من خودم همینجوریم، شما هم حتی همینجوری. تو زمینهای خودمون اتفاقا عاشق اینیم که مشاوره بدیم و دوست دارم خودم که اینو داشته باشم که مثلا یکی میاد، چون داشتم خیلی حتی شاگردای خودم بودن، فروشنده‌ام بودن که رفتن مغازه دادم و خودم کمکشون کردم، توصیه‌ام بهشون کردم، مثلا گفتم تو که اینجوری هستی نرو مثلا تو این کار، موفق نمیشی. چون که بعضیا کلا سیستمشون اینجوریه که خب 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون پول دستم اومد برم مغازه بزنم. نمیشه. فقط پول نیست، اصلا پول نیست، اصلا پول مهم نیست تو این هیته کاری. البته یه چیزی هم بگم فقط پول نیست و پولم هست. آره. یعنی اینجوری هم نباشه که اگر 10 تومن پول داری بگه برم رو اعتبار و وام و فلان و اینا. نه، این دولای الکی هم واقعا آدم‌ها رو بدبخت میکنه. و چه آدم‌هایی که تو زمینه محتوا بدبخت شدن سر این موضوع که گفتن شما با یه گوشی میتونی تولید محتوا کنی، شما هیچ تجهیزاتی، هم تجهیزات نیازه، هم پول نیازه، هم گوشی خوب نیازه. اصلا اینجوری نیست که تو بگی من همینجوری از صفر برم الا وقتکی. دکور میخواد، نمیدونم نیرو میخواد، هزینه میخواد، سرمایه میخواد، مدیریت میخواد. اصلا حالا شما هم که میگی من آموزشی بابت اینستا ندیدم، به جاش نشستی یه جای محتوا دیدی دقیقاً. یعنی 5 تا پیج خوب رو فالو کردی، حداقل نشستی دیدی اینا دارن چه میکنن، میگی خب اینو از ایده میگیرم، اینو از تو طول این مسیره خودت دستت میاد که چه اتفاقایی باید بیفته. از یه جایی تو میشی رفرنس کپی بقیه. یعنی میان از تو ایده میگیرن، از تو الهام میگیرن. اگه همین الان 2 تا من استایل ازت بگیرن چقدر طول میکشه تا یه من استایل همین شکلی دوباره جمع کنی؟ زیر 6 ماه. 0 0 زیر 6 ماه. مطمئنم. من حتی به زودترش هم مطمئنم. میشه سری برگشت. خیلی خوب، اینم از قول. کسایی که میخوان قول آقای شاتریان عملی بشه براشون، زیر همین پستی که ازشو تو پیج آفریتاک آپلود میشه کلمه پوشاک رو کلمه هر سری کلمه پوشاک رو کامنت کنن.
یه تا چهار تا کامنت هم بگیریم دیگه. دایرکت هوشمندم نداریم اینجوری شما پوشاکو بذارید. یکی جواب ما- خواهد داد. آره هستیم. شاید خودمون. زیر 3 ساعت جوابتون نده. طرف صبح اگر پیام بدید که خب دیرتر، شب آخر شب کامنت بذارید ببینید چه جوری برقی جواب سریع. میده. شب ساعت 3 شب به من فرمودن آقا خیلی مخلصیم. گفتم الان مخلص به چه کاری ما میاد ساعت 3 شب. خوشحالم که سوال چالشی نپرسیدی که داستان بشه بعدش. نه. تایم کم آوردیم که چالشی ازت پیدا ما کنیم. داره تحریکت میکنه خودت میدونی. نه بعداً یه نگم. کسب و کار تو کاشو که خیلی خوب داره کار میکنه. لازم هم نیست تو زمینه کاری خودت باشه ها. هرچی. یعنی اگه بگن تو شهرستان شما تو کاشان کدوم کسب و کاره که به عنوان الان همه خوبن خدایی. الان این اکثرا خوبن. تو 3 تا چه بگو زمینه پس. ای؟ هر چی. هر شغلی کافه حس میکنم که مجموعه کافه های دو پازا. موافقم. تو هیته کاری خودمون خیلی شناختی ندارم ولی آقای ارمی حس میکنم که خیلی داره بله خوب کار میکنه قدیمی هم هستن بله. خیلی. و خیلی کارهای زیادی هست دیگه. خیلی خوبا زیادن، منم موافقم. هیچ کدوم 3 تا رو حس سومی می‌کنم هم من- نمیگه. آره توی بهش بگیم دوتا یکی میگه. نه توی گل فروشی ها من گلیکا رو میبینم یه وقتایی چون بله نوپا و خیلی زود خیلی خفنه واقعا دوست بله. دارم. خوب کار میکنن. یه چیز دیگه هم داشتم اینا که گفتم هیچ کدوم رفیقام هم نیستن. سعی کردم از آه، نه. رفیقا و دوستا و آشناها نگم یه ذره غریبه تر باشه. با هیچ کدوم من کار نکردم ولی خب اگر میخواید که مهمون قسمت بعدی طبق نظر شما باشه تو کامنت ها کسب و کار یا او شخص تولید کننده محتوا یا کسی که میتونه تو قسمت تولید محتوا به شما تجربیاتش کمک کنه رو تو کامنت ها بهمون بگید. با افتخار اگه افتخار بدن میریم سراغشو و آفریتاک رو ضبط میکنیم. حتما. اگر کلام پایانی هست بفرمایید، اگر نه که خدا حافظ و نگهبان همه باشه. بله. امیدوارم که خیلی ممنون از شما. خواهش می‌کنم. و خیلی زحمت خوشحال کشیدی. شدم. چکریم. متشکرم. فدات شم. کیف کردیم صحبت کردیم با شما. وسط تایم کاری میدونیم هم تایم استراحت ده. مرسی که زحمت کشیدی. تون بشه. داریم سعی میکنیم یه کاری بکنیم که بچه‌ها بتونن از تجربه عالیه. تو حداقل میتونی یه علاقمند به این صنف و 5 سال جلو بندازی با حرفات. حداقل. امیدوارم که همچین چیزی باشه. خیلی چاکریم. بابت بشم. درس زیبایی هم که بهمون دادی ممنونم. امیدوارم پشه روشه. همیشه پشه بی دندون. پشه است. میگ میگه در اعتیاد. مورچه است. میگ تو کمپ. دیگه نمیتونه دست گرگه فرار کنه. امیدوارم همیشه وایرال و پیروز باشید. اینو یه جای بسته بود. خدا حافظ. مسخره بازی میکشی برنامه ممنونم. کات بده.